به نام خدا. سلام خدمت شما عزیزان. من سایده پورمسعود هستم، اپتومتریست. امروز میخوایم راجع به چگونگی مراقبت از چشمامون صحبت کنیم. بیشک یکی از مهمترین اعضای بدن چشم انسانه و اگه ما انتظار داریم که تا آخر عمر به ما خدمت بکنه، باید نهایت دقت در مراقبت از اون به عمل بیاریم. حالا چگونه از چشمامون مراقبت بکنیم؟ یکی از نکاتی که باید در نظر داشته باشیم استفاده از عینک آفتابیایی استاندارد و مناسب هست. همونجور که ما وقتی می‌خوایم از منزل خارج بشیم کرم ضد آفتاب برای محافظت از پوستمون میزنیم، برای مراقبت از چشمامون هم بهتره که از عینک آفتابیایی استاندارد استفاده کنیم که جاذبه یووی باشه، چون اشعه یووی باعث کدورت عدسی و بیماری آب مرواری یا همون کاتاراکت میشه. و از خرید عینک آفتابی از مراکز غیر مجاز و دستفروش ها باید به شدت اجتناب کنیم و برای خرید عینک آفتابی ما باید از مراکز مطمئن که عدسه های استاندارد تهیه میکنن استفاده بکنیم.